در سپتامبر سال 1918 یعنی درست 2 ماه قبل از پایان جنگ جهانی اول، یک سرباز انگلیسی به اسم هنری تندی، یک سرباز آلمانی زخمی رو پیدا میکنه و میبینه که هیچ وسیله دفاعی از خودش نداره. هنری تندی اول میخواست به سرباز آلمانی شلیک کنه و اون رو بکشه، درست مثل 17 میلیون سرباز دیگه که توی جنگ جونشون رو از دست داده بودن. اما ناگهان ایده‌ای به ذهنش خطور میکنه که جان سرباز رو نجات بده و اون رو زنده بذاره و واقعا هم همین کار رو میکنه و سرباز آلمانی میتونه فرار کنه. شاید بگین که خیلی مهم نباشه، این سرباز آلمانی هم مثل 17 میلیون سرباز دیگه میمرد. گفتیم که سرباز انگلیسی اسمش هنری تندی بود. حالا اسم سرباز آلمانی چی بود؟ سرباز آلمانی اسمش آدولف هیتلر بود و بقیه داستان رو خودتون میدونید. جالبیش اینه که بعدها در جنگ جهانی دوم خونه تندی به دست آلمانی ها بمبارون میشه.